نام خداوند جان و خرد. سلام بر تمام اساتید و دوستان ما حاضریم دوباره با یکی از برنامه‌های هندنامه. این روز که ما کتاب در دست داریم هند فرهنگی است و نویسنده‌اش دکتر محمد مهدی توسلی هستند که انسان شناسه برجسته ایران زمینند و در مورد هند خیلی زحمت کشیدند، خیلی کار کردند. ایشون فارغ التحصیل دکن کالج پونه هستند و در مورد تاریخ هند، جامعه شناسی هند و انسان شناسی هند خیلی کار بزرگی را انجام دادند. با این مرکز از سالها متوسلند و این برای ما باعث افتخار است. امروز خود استاد قدم رنجه فرمودند. ما خیلی خیلی خوشحال هستیم که در مورد این کتاب خود از استاد بزرگوار میشنویم. استاد در خدمت شماییم. تشکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از استاد بزرگوارم آقای دکتر شکلا که واقعا ایشون خیلی لطف کردن به من. فرد فرهنگی، فرهیخته، شاعر و پژوهشگر. اصلا چرا اسم کتاب گذاشتم هند فرهنگی؟ چرا؟ چون میخواستم فقط فرهنگ هند رو معرفی کنم. چقدر خوب. چون تا حالا ما کتابی که ویژه فقط فرهنگ هند باشه نیست. شاید میخوام بگم اولین کتابی است که فقط کارش فرهنگی بوده. و اون چه مقاله من اینجا نوشتم بعد درباره هند فرهنگی. پس این کتاب مجموع مقالات شماست که در مورد ابعاد گوناگون هندوستان. و به خصوص تصویرم که روی جلد آوردم همش که نقش فرهنگی داره. نه حتما. شما بگید کاملا نقش سیاسی، سیاسی، اشوکا و تاج محل و همه از دوران باستان تا امروز. گاو و نتراج و حتی غذایی که در جنوب هند روی برگ موز میذارن ما اون تصویرش هم گذاشتیم. اشاره کردیم در این کتاب به سبک زندگی و تمام عادات و باورها و اندیشه ها یک جامعه که از دید انسانشناسی این تعریف رو داره. ما با پذیرش این تعریف بود که هند فرهنگی رو از بین تمام مقالات و یادداشت‌ها و استفاده از مشاهدات، گفتگوها و تجربیات میدانی که داشتم به این کتاب آماده کردم. و در این کتاب اشاره کردم به معرفی و نقش نماد در فرهنگ هند. در هند ما پیشمار که نماد داریم، سمبل داریم و در اینجا اومدیم حداقل تعدادی از این نمادها رو که اهمیتشون بیشتر بود من در اینجا اسپردم و روی این اومدم و کار کردم که نماد اول که بدون اینکه کسی رو بشناسه که نمیتونه راجع به اساطیر هند کار بکنه. در نماد دوم یاجنا، آتش مقدس هست که همیشه همراه هست. در نماد سوم اعداد ریاضی است که اعداد ریاضی خودش از 108 از 22 24 اصلا دایره بروج رو اعداد از اون اقتباس کردن و اعداد رو آوردن و خیلی مفهوم داره که دیگه اینجا وقتی است من همه رو بسیار که توضیح بدم. نماد چهارم ایزد خورشید هست که نماد حیات بخشی و نیرو دهندگی هستش. نماد پنجم شری راماست، انسان مطلق، انسان کامل، فداکار، پاکیزه. هر چی شما بخواید بگین به نظر من تمام اسطوره‌های هند در راما همه خوبی ها هستش، همه خوبی هست و خوشحالم که اسم استاد در رام هست. من رام رو واقعا در شعرم آوردم و تاکید کردم واقعا که خیلی ارزشمنده و از اون اخلاق در وجود ایشون من حس میکنم. نماد ششم لوتس فلاور، گل لوتوس، گل نیلوفر آبی. خب این از کجا اومده؟ شما ببین تمام آثار باستانی پیش از تاریخ در دره سند، در ایران، در شیراز و بله. تخت جمشید، شما تمام تخت جمشید، تمام آثار باستانی
روشون این نماد هست. چرخی خورشیده و برای ما خیلی ارزشمنده و پاکیش که من یک مثلا که مقاله نوشتم در انسانشناسی که هندویست که شهر دادم در جنوب هند و نماد آخر سواستیکاست که نماد تمام رفاه هاست. یعنی اون چه رفاه انسان هندو در پیرامون خودش آرزو داره با این نماد پاسخ و بزرگترین این نماد به نام چلیپای ایرانی مقبره داریوش هست در تخت جمشید. شما بزرگترین چلیپا رو در اونجا میبینید. یعنی ببینید که ارتباط فرهنگی ایران و هند چقدر قدمت داره. مطالب دیگری که در اینجا آوردم در ارتباط با تمدن پیشرفته سند هست که این رو من برای دانشجویان فوق لیسانس باستانشناسی ترجمه کردم از کتاب‌های دیگه و درسشون بود که درس میدادم در تربیت مدرس. فصل سوم راه‌های ارتباطی تجاری و فرهنگی بین چین، شبه قاره و ایران رو گفتیم. در فصل چهارم اشاره کردیم به نظام کاست در هند جامعه شناسی و نشون دادم که کاست در ایران هم هست. کاست در بین اقوام بلوچ هم هست و اینو به دقت آوردم. در فصل پنجم بررسی تطبیقی آیین‌های گذر در ایران و هند، یعنی چی؟ تولد، ازدواج و مرگ که بسیار مهمه و چقدر شباهت بین فرهنگ ایرانی و هندی هست. در فصل ششم فرهنگ شبه قاره شهر دادم کلا. در فصل هفتم کتاب تاج المعاصر رو نقد کردم. در فصل هشتم طبقات اکبری رو معرفی کردم. در فصل نهم در ارتباط با تیپو سلطان و سکه هایی که به زبان فارسی روشون نوشته آوردم. در فصل چهارم چهارمنار و نمادهای اصیل اون رو آوردم که بسیار جالبه. در فصل بعدی در ارتباط با جونپور که شیراز شرق، شیراز هند که سلسله سلاطین شرقی حسین شرقی بود. احسن. و آثار باستانیشون که چقدر الگو از اصطلاح از چیز گرفته و ایران گرفته. در فصل بعدی قدس‌پایان گلکنده رو شرح دادم که اینا کیا بودن. در فصل بعدی به خلجیان پرداختم. در فصل بعدی دکن و بنگال رو تاریخ و تمدنشون شرح دادم. در فصل بعدی تاریخ مشروع فرهنگی هند که کسی که نوشته بود به نام بشام که من این رو آوردم و نقد کردم. در فصل دیگر موزه تاریخی مراتع ها رو و نسخه های خطی فارسی شو آوردم که گفتم اون چینی خانه‌ای که در چیز هست در جاهای خاصی در ایران هست، در اصفهان مثلا در آریقاپو هست، این چینی خانه در شما اگر برین به تاج محل در جایی که پادشاه ساخته بود از اونجا میخواست که تماشا کنه کلا عین چینی خانه است و به همون صورت و کتیبه‌های فارسی اونجاست. حالا گفتم یک دونه باغ هست در لاهور به نام شالیمار گاردن که عیناً شالیمار باغ هست در کشمیر. این شالیمار باغ گاردن همین چینی خانه رو در کنار استخر بوده. هیچ کس نگفته که این چرا در اینجا گذاشته. خب این اگر بخواد چیلی بذاره یا چراغ بذاره شب که خاموش میشه. من اثبات کردم که این اون وقتی که آب رو باز میکنه و آب داخل این حفره ها میره یک هم هوا رو تلطیف میده هم آهنگ ملایمی رو پخش میکنه و این کی ساخته؟ علی مردان خان که ایرانی بود و به اونجا اعزام شد برای این کار. در فصل بعدی هم بررسی علی مردان خان در اصل کردی بوده شاید و در کشمیر هم بوده نه؟ نه اون چیز داره. اون یکی دیگه است. و در فصل بعدی هم معماری و کارکرد حوزه آبنمای شالیمار رو شرح دادیم. ارس در شبه قاره رو گفتیم. دیگه به عبدالرحیم خان خانان پرداختیم. چارباغ‌های هندی و هنر معماری ایران در شبه قاره رو شرح دادیم و در انتها هم پرداختیم به اسطوره‌ها، حماسه‌ها و جشن‌های هندی. بسیار خوب.
احتمالاً این کتاب نوشته های شما در ابعاد گوناگون فرهنگ هند هست و مجموعه مقالات خود استاد هست. خیلی خیلی مهم است. سپاسگزار هستیم.